رای حذف در افغانستان تمام شد و کسی نمیتواند کسی را، ملت را، احزاب را و حزب را و مذهب را حذف بکنه. یک راستای تفاهم و پذیریشی هم دیگر و این منطق ما به همه اعلام کردیم و میگیم و روی این مسئله هست. هر کس در این مملکت لسانا، مالا، نظامی، غیر نظامی خیانت بکنه در مقابلش نیست. یک چیز برای شما برادران، برای مجاهدین عزیز اینجا تذکر بدم که ما در افغانستان مسئله حقوق ملیت ها را می‌خواستیم و می‌خواهیم. مسئله حقوق ملیت ها به منزله برادری ملیت هاست، به مثابه دشمنی ملیت ها نیست. ما برای یک ملت هستیم جزء ملت های مختلفی که در افغانستان زندگی میکنه ملت ما هم هست. اینجا برای خود حق قائل هستیم، حق میخواهیم، میگیم در جهاد شریک بودیم، باید در دولت آینده هم شریک باشیم. طبق حجم نفوسی که داریم، حضوری که داریم، نمیخواهیم با کس ظلم بکنیم، نه هم از کس میخواهیم ظلم بکنیم.